آفت شده به جان و دل ما را افشان میکنه به به، مرا پریشان میکنه به به. مادر غلام سرا خوب بود. گو مادر غلام خیلی شیر میده. الو گیلک دوغی یار شما هم خود نمید غاره اشتن غلام جان جوره خوبی سلامتی جان تو چاش لغلقه خو خیلی میشی نون بخوردی آخه چاش تو روزه تو هم بغزر فکر نمی کنی که ورنو سر نگریشتی خواه خب میفهم یعنی نون بخوردی وقت نون خوردم سر نگریشتو بخواه از ما دیگه امرو دیگه ما دومورو است. خب نه ما به شما به مادر تو سلام میگو به تو نگو که تو نامحرمی. انا بعد از سلام به مادر تو گفت تاکسی برو به مادر غلام دیوانه سلام بگو که امروز دیگه ما دومورو هیچی به بار نکردیم. ماستین کدو بستونین کدو هم به کل پفتلوک بوده با کار نبوده. انا یک جک دوغی به ما به قرض بدیم با به خیر خوشی پول داشته باشیم انا با ما با خود گاو میخریم یا گوسپند. هر وقت گوسپند و گاو ما بزیدک با شیرای میاریم انا قراره که دیگه با جک دوغ شما به قرض میدیم. خیلی بریم سلامت باشه. زنده بشی. خیلی بریم سلامت باشه. زنده بشی. یعنی نگاه شما برات دوغ بده با. بله یا. گردن ما بند باشه غلام حلق گلوم و مادر ما خوب. ما حلق گلوم و نانه ما مثل می جوده سلو شما خوش کرد. خوش که راست بگی. ایت تو خلا بفخوردی ایلا. چرا؟ خلا بفخوردی. دفعه دیگه دوغ مفتره بده. یک دایی بده که یک دوغ رو برانه خوست رو. اوزا کشمیشیه غلام. بابام کشمیشیه. بچه به وزن اون غلام. هر چی بشی یک دایی در یک خطر دوغ بده که بخوری. بیل ندارم غلام. بیل نداشته باشی بعد با تو دوغا بده. همین دایی لنگ دارم کسی. ابو دایی لنگ بده که برو به کسی کنه با تو دوغ بیارم. بده جا خوب. برو. نشمی پر باشه تا به مغل لابشار باشه. ابو لبشار دوغ بکن. برو. خیر عجیبی کنم این غلام همین دایرم دیرو به ما ماما گفت اگه بگیرید به خود خرج که خیرات داد. این دایرم از ما بستم. این خیر میبینه. آره گلده جو. لبشار کنی غلام. دیگه اصلی بیشتر جا داره چپه بشه پیش رو. خب فس نکن که تو فاتو همه بتر دوغا رخته. خیر بینی غلام. خدا حافظ غلام. برو خوشا بدی برو. با یک روز دیگه بیای برد دوغ. او برگبزی غلام. کدو با یک روز دیگه برد دوغ بیای. خوبه؟ میبرم. گپ بخور به جوبر بگو. گپ بخور اشته بگو به جوبر مثلا. او بر خور به جوبر کن. یک روز دیگه برد دوغ بیای گیر. میبرم. برو گیلک برو. برو دیگه تو نبینه برد دوغ بیای. یا باز دوباره که لیبه. بخواد که دایی کفته بود تو دوباره رقم بود. با نانه گفتم همسایه برد دوغ آمده. دایی از تو وستون رو شیر و درمه. حرکت. یار من در مکتب و من در سر را منتظرم بیایم من مکتب بیرون منتظر. گیلگشتنی ها یاری گیلگی هفته و ای دو چی رقمه؟ نانه هم داره. کجا بودی گیلگ؟ اینا را سلام مادر غلام دیونه. چرا؟ نانه ما امرو ما دیگه ما دومورو هم هستیم کدو ببار کنیم کدو پفتلوک بود. اگر که دیگه اینا رو میبره که چیز اینا رو حتی یخچال اولش دیتی یخ که دل جگر آدم یخ میکنه. اون تا نانه ما مر تربیه داد گو نشمی. آفرین نشمی گیلگ. نشمی دیکو. نه. گیلگ یک گپی به تو بگو. رفیق من است که تو از آن صبح یعنی است که دستانه. ایلا مثل سوم بگو ولی بهتر گیره. از آن صبح تا مال بیل میزدم. تفلک. کریت گوشتگی ماستم بفتم دگال می رو سرا. امیت توشینه. امیت گوشنه. توشینه و گوشنه. برات نگم گیلگ. یک کاری کن. رفیق و چیز به درد میخوره. یک دایی به تو میدم این دوغ کمی میخوره. کمی. اول دایی خور بده. میدم جمع باش. میدم. دو شاید گیلگ با نه که چه دوغ خورده تو پول میدم مفتر نمیخوره. دایی به نانه من نگی دوغ گیلگ بسونم بشه میدم. نمیگم دل جمع. بشم لکه بشم. تو سینا کن. نه لکه نه تو میخادی میگه تو هر چه زبون رو میدن دیگه. خلاص. نگاه نکن که تو. با چیش میمونه.
به مادر خب بگو دوغ نخوره که سوخت دل میشه. نه بابا. آه. خب ما دوغ ما چه کار؟ چه کار میکنی؟ تو چه کار میکنی؟ بگذار که بخورم دیگه. آن نصف فیصله چی شد. میگیری مفتک رو نمیدم تو آقا. پولای به نسیه نقده. خوبه. خلاص. ایلا چی گفتی؟ ما گفتم گوخونه خشکی میدی. خب بگردم تو طالب توشنگی سر نخوردی. زنده بش. دیگه دل منو هم نماید. ما نال خبر قول خاره ببرو من نانی خور. از اون هم بافتادم. بگم. یاری گیلا خیلی بگیم. همین توشه نبودم. پول بدهی. ها؟ پول. نه پول گیلا. ما یام دایی که. تشکر خیلی بین. زنده بش. یاری گیلا عجب دوغایی بود. مگر برو دیوانه قرض کنم. خیلی بگیم. کجا میری؟ چی؟ به در سلا دیگه به گدایی. نمیگم دوغا مادر تو بگو نخوره که سوخ دل میشه. نستونو. برو بگو دوغ ندار خلاص. در طول دادم تو مفتک نخوردم. یار خیلی. یک روزی نانی مر دیدی نگی که بگی لگ. نه نمیگم عجب دوغا بود برو. یخ بود. دل. لوکس. یک شمی اما کاش یادگاری میشه میدم. خیلی برو. به طور یادگاری میشه میدم. مامان نوروز یک دقیقه بسته مامان نوروز نریم به سلام. با چی بی؟ سلام علیکم مامان نوروز. و علیکم سلام شانی. جانجوره. یا جانجور خوبی؟ دم کنی بعد. چطوری مامان نوروز؟ شکر الحمدلله. خیرات جانجوره. شکریت. شما که نامحرم مادر با مادر بچه شما یعنی به زن شما سلام بگفتم. و علیکم سلام. شما با خاطر از نه دیگه مامان نوروز سعی کنید شما آدم همسایه داری نمیفهمید. ما با شما میگم که مادر شما با زن سلام گفته. خیر بینید. شما نامحرم شما چرا میگیم و علیکم سلام؟ با چی بگم؟ نه بگم نه. با جواب گپتی چی بگم؟ با جواب گپتی چی بگم؟ خب نه شما نامحرم چرا با مادر ما میگیم و علیکم سلام؟ خب با چی بگم با جواب گپتو؟ خب من میگم که خب بله اصلا شما محرم. خب مامان نوروز مادر ما به شما سلام میگفتم. نه با شما کو نگفتم. مادر ما گفتم برو به در سلام مامان نوروز انا کمی دوغ با ما بست و بیا لگ واسه امروز دیگ ما دومورو الان ما دیگ نداریم ما امروز نون دوغ بخوریم. ایلک جو خودتان خبر 9 سال میشه گویمو خوش کرده. تو برای دوغ میدن میبینی ترمز به دست میکنم نون چای خوردم. 9 سال میشه گوی شما خوش کرده؟ بله 9 سال میشه گویمو خوش کرده. تو بیانده برای دوغ نه جک و پردوغه. مامان نوروزی دوغال باست نمیدم عباس بیامد به تا غلب میمادم یک بار گفت که ما چون گیلک جو همسایه ایم رقیفیم انا از سوم چون ما کار میکردم مونده علا که ما تشنگی خور بخوردم جاک ودش گفت اگه یک شمی کنه یک دم دوم به جاک سی کردم گردنم بند باشه نیه برای یک قطری سوزان ندیدم دیگه خاک باشه میده خاک باشه می لکه فقط گوخونه خشکی میداد نوشی جانیو زنده باشه الان شما دوغ ندارین تو خبر قولکی میبینی دیگه بخونه به مادر خود دیگه دوغ ندارین با تو گفتم حال گفتم 9 سال میشه گوی ما خوش کرده 9 سال میشه گوی ما خوش گوی شما چند ساله بیده مامان نوروز که 9 سال میشه خوش کرده تو سردیل در برو که برای کار خود برو دیگه برو خیر نبینی تو گوی تو مامان نوروز کیونه؟ مامان نوروز برای یک قبی بخو خیر هم شما هم نبینین گوی شما تو خیر نبینی که به برقم به دوی میکنی تو خیر نبینی گپ پف نزن برو دیگه نه برو که اون تاگیش میزنو کل خرا یک چکه دوغ به همسا مردم قدیم اشته دوغ ندانه ندارم دوغ کجا بیارم مرتو بدم اصلا دشته باشم یک چکه و تو نمیدم بخیر گوی شما بیشتر خوش کنه تو دیگه نمیفهم به گپ دیگه
نوازش داری خوبیم یار جان جان بخیر خوبه شکر زنده باشی نگو ها تو مال خودم یک گیلک چه به جنجال میندازنی چه مونه روز ها؟ چه کردی میگو عباس جک دق شمیده و چه کار کردم فلان کردم تو چی کارا میکنه شما کی به شما گفت مامان نوروز امی یک ساعت پیش براد نکردی مامان نوروز خب از سرزمین میمودم امیت توشنه امیت گوشتنه رو به خونه میرفتم خب گیلک به جلو مخور دوغی هم بم تا ساخ میت گرفته بود جیغ میکشید آی دوغ فروشیه دوغای حقیه دوغ نه نداریه ایتنه خب من غلای که دیگه جا شما خیلی مامان نوروز یک دقیقه کسی خبری کردم بردم برایو همین جک دوغ همیت پاک بشه و گناه چیه؟ این کلگنده دیگه دوغار اصلا از همسایه مثل ما میرم تا محل نمیفروشه انا میتونم این چی شک نکنیم مامان نوروز و بعد چیزیه گیلاگ 420 مصر به نیه دست رو بزنم بیاد که در سوش ما دوغ بستانه بره بفروشه ها دیگه خودم خبر ده که گم خوش کرده بیام به دست رو میگه که تو ما دوغ من بده که جاش ما خیلی جک دوغ پاک بشه نوش جان تو بریم خدا بله خدا